سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید تاکنون مقامات روس وابسته به وضع کرونا ویروس برای برقرار نمودن پروازهای دویمی رضایت نداده است. در عین زمان هر دو کشور تا از سر گرفتن پروازهای دویمی راههای ورود متشکلانه مهاجران را به قلمرو روسیه جستجو دارند. امروز امامالدین ستوری سفیر تاجیکستان در روسیه ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت جانب‌ها منتظر از سوی حکومت روسیه تصدیق شدن پیشنهاد وزارت ساختمان در این زمینه هستند. این شرکت‌های بزرگ ساختمانی که جلب میکنند به کار، اونا باید این شرطنامه امضا کنند، یعنی که باید اونا گارانت باشند. گارانتی که معاش پرداخت کرده می شود، یک دویم شرایط کاری، شرایط زیست زندگی، جای خواب، بیمه طبی، همه این چیزا شرکت‌های که دعوت میکنند باید اونا گارانتی میدن. امامالدین ستوری افزود در صورت تصدیق از جانب حکومت روسیه انتقال متشکلانه مهاجران ساختمانچی از تاجیکستان به روسیه شروع می شود. پیشنهاد ارسال دست جمعی مهاجران ساختمانچی به روسیه هفته گذشته از طرف وزارت ساختمان روسیه مطرح شده است. در گذشته نیز چنین برنامه‌ها اعلان شدند ولی عمدتاً نتیجه جدی ندادند. احتمال دارد با بهتر شدن وضعیت در مرحله دوم دانشجویان تاجیک محصلین مکاتب عالی روسیه برای ادامه تحصیل فرستاده شوند. حالا بین تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند که با گفته مهاجران نرخ بلیتش آسمانی است.